در حملات مرگبار منتسب به داعش که در روسیه، ایران، ترکیه و افغانستان رخ داد، بیش از پیش نام شهروندان تاجیکستان شنیده می شود. یک کشور 10 میلیونی که گفته شده بیش از نصف نیروی انسانی شاخه خراسان داعش را تامین کرده. کشوری که 32 سال پیش از دل اتحاد شوروی لاییک و خدا ناباور بیرون آمد، چرا اکنون دچار رادیکالیسم اسلامی شده؟ محور اصلی دو گفتگوی ویژه‌ای که تهیه کرده ایم همین است. در گفتگوی نخست سراغ کسی را می‌گیریم که 3 دهه است در غربت به سر می‌برد و از مخالفان سرسخت دولت امامعلی رحمان در دوشنبه است. داداجان عطاالله، رهبر جنبش وطندار تاجیکستان که اکنون در آلمان به سر می‌برد. خب داداجان عطاالله، ما می‌دونیم که در سالهای پایانی اتحاد شوروی و همینطور در آغاز استقلال تاجیکستان شما به عنوان روزنامه‌نگار بسیار سرشناس و میشه گفت که در صدر روزنامه‌نگاری تاجیکستان بودید. هفته‌نامه بسیار نیکنام چراغ روز رو راه اندازی کردید که پدیده‌ای بود در روزنامه‌نگاری تاجیکستان و امروز هم همینطور محسوب میشه به خاطر طرح ایده ها و در واقع دیدگاه‌های کاملاً غیر معمول برای تاجیکستان شوروی زده. ولی خب رفته رفته اتحاد شوروی فرو پاشید، تاجیکستان در جنگ داخلی فرو غلتید و خود شما هم از روزنامه‌نگاری رفتید به سمت سیاست و سیاستمدار شدید بیشتر. به نظر شما کار درستی کردید یا امروز که به عقب نگاه میکنید فکر میکنید اشتباه بوده؟ من بعضا گمان میکنم که زندگی من سراسر اشتباه بود. لیکن وقتی شما این سوال شما من به خاطر دوشنبه آورد، همون دوشنبه، همون بهشت گم شده و همون پاریس کوچک. هیچ کس شاید باور نکند که زمانی در دوشنبه مطبوعات آزاد بود، زمانی در دوشنبه بسیار حزبی بود، زمانی در دوشنبه انتخابات آزاد بود. و چرا حالا نیست؟ فکر میکنید این که نیست آیا گناه ماست، نسلی که اون زمان در واقع داشتیم بزرگ میشدیم و سر کار بودیم، روزنامه‌نگار بودیم، سیاستمدار شدیم، گناه ما و شما نیست؟ من با شما طرفدار هستم که اول نسل گناه ما است. ما گرچند خودمون نسل سوخته هستیم و از این خاکستر ما من امید داشتم که یک چیزی میروید، یک آتش هنوز زنده است، ولی بدبختانه میبینم که این آتش روز به روز خاموشتر و خاموشتر میشن و ما در روبروی یک فاجعه بسیار سنگین قرار داریم، هم حکومت، هم اپوزیسیون و هم ملت تاجیک. حالا به آینده نگاه خواهیم کرد در پایان این برنامه. در گذشته همطور گفتم شما بعد از اینکه جنگ داخلی شروع شد تاجیکستان رو ترک کردید و مدت زیادی، سالیان زیادی تا امروز در غربت هستید. سالیان زیادی از یک کشور به کشور دیگر پناه بردید و شما خیلی اذیت کردن. تحت پیگرد قرار داشتید. سال 2012 به شما سوء قصد شد در مسکو. سال 2013 در تفلیس گرجستان شما رو گرفتند به درخواست مقام‌های تاجیکستان برای استرداد، ولی موفق نشدند و شما در واقع پناهنده شدید در آلمان. یعنی دولت آلمان به شما پناهندگی رو اعطا کرد، اومدید و اینجا زندگی میکنید. به نظر شما حالا به 31 سال گذشته نگاه میکنید، حاصلش چه بود؟ حاصل این همه غربت و دربدری چه بود؟ واقعا بسیار سوال هم مشکل و هم سوال دردآور، شاید باعث افتخار هم باشد. همین بود که من و هم نسلای من و همصفای من ما توانستیم که چراغ امید را در رهروی بادها نگه داریم. ما به مردم پیغام رساندیم که حال این پایان کار نیست، حالا بعد این شبهای تار بامداد در انتظار است. ببخشید، من همیشه یک چی میگم که کتابی بدبختی های تاجیکستان دو مؤلف دارد، یکی حکومت و دیگری نهضت اسلامی تاجیکستان. به چه دلیل نهضت اسلامی؟ به اون دلیل که بعد پشتخوری SSR و اصلا تا پشتخوری SSR در زمان پریسترویکا و گلاسنوست، یعنی آشکار بیانی و بازسازی میخائیل گورباچوف، تاجیکستان میتوانست که یکی از کشورهای پیشقدمترین دنیا باشد. لیکن پیوستن نهضت اسلامی تاجیکستان، گروه های مذهبی و
صف مبارزه پیوستن آنها به حرکت ملی آزادی خواهی پیش همین راه مثل ترمز یا که مثل یک خرسنگ پیش همین راه را گرفت و امروز هم بعد 32 سال هم ما در همون چهارراه قرار داریم که در یک طرف حکومت دیکتاتوری را میبینیم و در طرف دیگر مخالفت نهضتی را که مردم نه این را میپذیرند و نه دیگر را. خب مخالفای شما که شاید برخی از اونها در همون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باشن یا جای دیگر میگن که شما خودتون که سازمان یا جنبش وطندار رو در سال 2008 میلادی راه اندازی کردید موفق نشدید کار چندانی انجام بدید و این انتقاد و ایرادی که شما میگیرید از نهضت اسلامی به خود شما هم برمیگرده. البته اون چیزی که نهضتی ها میگویند باید از روی انصاف گفت. من یک فرق وطندار از نهضت اسلامی تاجیکستان در چیست؟ وطندار یگان بار به حکومت نپیوسته است. وطندار یگان بار مقدسات مردم را به سودا نگذاشته است. همین نهضت بود که میگفت که ما با حکومت در یک کشتی هستیم. وقتی که اینا را از تاجیکستان مجبور کردن که فرار کنند، اینا دیگه آمدن از دموکراسی و آزادی حقوق انسان گم میزنن. ولی باز هم از دید مخالفان دیدگاه شما اگه صحبت بکنیم میگن که شما در سال 2019 در ژانویه 2019 بود فکر کنم که عفو کردن شما رو، دولت تاجیکستان عفو کرد و حتی به گونه احساس میشد که رابطه بین شما و مقام‌های تاجیکستان گرمتر و نرمتر شده که مثلا اظهارات شما، نوشته‌های شما علیه دولت کمتر دیده میشد و در عین زمان در رسانه‌های تاجیکستان مقالاتی چاپ میشد به طرفداری از شما و این خیلی شگفت انگیز بود. بعد از این همه سال خصومت و دشمنی یهو داداجان عطاالله تبدیل شده بود به قهرمان دولت تاجیکستان. دلیلش چه بود؟ 100% شما درست میگید و چرا یک حکومت ما رو دوست داشت؟ ولی این یک چیز عادی است. وقتی که مقاله های من، سلسله مقاله های من درباره نهضت اسلامی تاجیکستان نشر میشدند، البته برای حکومت این معقول بود و اونا در روزنامه هاشون چاپ میکردن. یعنی با استفاده از شما نهضت رو میزدن. ولی مقاله های من میگفتن در روزنامه هاشون چاپ میکنن. اما برای من فرق ندارد. من حقیقت خودم میگم که این حقیقت را قبول میکنه، این کاری است. زمانی بود که من همین نهضتی هایی که امروز فروخته شده دشمن اعلام میکنن، همینا میگفتن که داداجان عطاالله مجاهدی رقم یک، ما اگر به تاجیکستان برگردیم ما یکی از خیابان‌ها یا جاده‌های دوشنبه را به نام داداجان عطاالله میمانیم. چرا؟ زیرا در زمانی که به نهضت کسی سخن نمیداد، در زمانی که نهضتی ها در افغانستان بودند، یگانه روزنامه که صدای اینها، صدای مهاجران و صدای رزمندگان اپوزیسیون از جمله نهضت اسلامی تاجیکستان بلند میشد. ولی حالا اگه برگردیم به همون سوالی که قبلا کردم در مورد بهبود روابط شما با مقام‌های دوشنبه در سال 2019 چه اتفاق افتاد که شما را عفو کردن به اصطلاح؟ آیا وعده‌ای به شما کرده بودند؟ آیا می‌خواستن شما برگردید به تاجیکستان؟ بله، این همین عفو یک بازی سیاسی بود. از این پیش سال 2000 یادتون باشه سال 2004 من عفو کرده بودن با قرار مخصوص امام علی رحمان و واقعا من به تاجیکستان برگشته بودم. یک هفته در تاجیکستان بودم، البته تنها نه، همراه یک گروه خبرنگاران آلمانی. خود همین عفو هم یک بازی سیاسی بود. یکون وقتی که یک آدم عفو میکنه باید که قرار دادگاه باشه درباره وی که با فلان جرم دادگاه داداجان عطاالله رو با فلان گناه ها عیبدار میکنند و بعدا او را عفو میکنند. یگان دادگاه که نسبت من نبود. بله، آنها میخواستن که من به تاجیکستان برگردم. یعنی با شما مذاکره کرده بودن؟ بله، من صحبت ها داشتم، ملاقات ها داشتم. پیشنهاد من چنین بود: اگر شما خواهید که من به تاجیکستان برگردم باید یک کاری کنید که اقلا یک پنجره، یک در برای مردم باز شود، یک تغییرات شود که هم به سود شما و هم به سود خلق تاجیک باشد. لیکن قبول نمیکردن و فقط میگفتن که هر وقت خواهید مرحمت به دوشنبه بیایید، این میکنین اون میکنین بالای بتر. و بدبختی در همین است که منتالیتی همین حکومت های ما همین است که گمان میکنن که هر یک انسانی که مبارزه میبرد و
تشنه منصب است یا که تشنه ثروت است، تشنه دولت است، تشنه حکومت است و گویا با هم یک لطف دلت آب میکنن. برای شما یک مقام منصبی رو پیشنهاد کرده بودن؟ مشخص نبودن، لیکن میگفتن که هر چیز خواسته باشد. و شما نپذیرفتید و نه، برنگشتید؟ من هیچ وقت، من یگان وقت من در راه خودم خطا کردم، گناه کردم، افتادم، خستم، ولی از اون افتخار میکنم که یگان دفعه حتی برای یک لحظه از راه خودم نگشتم. در همین راهی که هزاران مشکلی دارد روان هستم. این راه مرا به کجا میبرد من نمیدانم. من بعضا فکر میکنم که دیگر در این 30 سال واقعا موهای من سفید شد. من به آشکارا میگویم همین سال احساس کردم که من پیر شدم. حتی من در زندگی آدم یک لحظه های میشد که آدم گمان میکند که نه تنها برای وطن زیستن میباید، بلکه برای آدم آرزو پیدا میشه، آرزوی در وطن مردن، در وطن خاک شدن پیدا میشود. حتی به عوض همین که در وطن خاک شوم، من تیار نیستم که خاک پوی نفری را بوسه زنم یا تعظیم کنم یا تسلیم شوم. من بارها گفتم که در انتخاب حکومت و یا نهضت شما طرفدار کی هستید؟ به این سوال پاسخ من یکی بود. در انتخاب حکومت و نهضت من طرفدار حکومت هستم. یعنی برای من حکومت از نهضت امروزه بهتر است، اما این معنی آن را ندارد که من حکومت دوست می‌دارم. من بران هستم که اون خیانت ها و جنایت هایی که این حکومت بر ضد این مردم و این ملت کرده است اصلا نابخشودنی است و تاریخ یاد ندارد. ولی می‌دونیم که در سال 2000 مثلا 2015 اگر 2015 رو بگیریم، تولید ناخالص داخلی تاجیکستان یک مقدار بیشتر از 8 میلیارد دلار در سال بود. ولی در سال 2023 همین سال گذشته میلادی رسیده به 43 میلیارد، یعنی از 8 میلیارد به 43 میلیارد. آیا این نشون نمیده که واقعا حکومت تاجیکستان داره رفته رفته به میزانی از پیشرفت دست پیدا میکنه؟ من باور ندارم. مرا یک چیز به اضطراب می آورد: آینده تاجیکستان و وضعی که اون تاجیکستان دارد. ما عیان و ناعیان به سوی یک ورطه می رویم و این ورطه دهشتباری است که در آن هم تر می سوزد و هم خشک می سوزد. یعنی چی؟ ترس من از نهضت اسلامی تاجیکستان نیست، ترس من از مسلمانان نیست، ترس من از اسلام نیست. ترس من از بیسوادی، از جهالت، از خرافات، از یک زندگی بدبختانه و پر احتیاج داشتن مردم ما است. امروز هر یک خانه تاجیکستان مردم احتیاجمند هستند. اصلا زندگی که در تاجیکستان هست این زندگی نام کردن خطا است. این تحقیر زندگی است. وقتی احتیاج از پنجره می درآید، از در و دروازه ها بدبختی ها می درآیند. و این هم که ما می بینیم که امروز میشنیم یک نفر تاجیک رو در فلان کشور، در فلان فرودگاه، در فلان جا داشتن که عضو داعش است یا عضو انصارالله است یا عضو حرکت دیگر است یا که انتحاری است یا تروریست است. این است داشتن. بله، اتفاقا روی یکی از محورهای اصلی گفتگوی ما انگشت گذاشتید که همین تندرو شدن، رادیکال شدن جوانها و مردم تاجیکستان هست و می‌خواستم نظر شما رو بدونم که به چه دلیلی تاجیکستان نسبتاً کوچک که حدود 10 میلیون جمعیت داره تبدیل شده به تامین کننده اصلی نیروهای داعش. بیش از نصف نیروهای داعش خراسان از جمله اتباع تاجیکستان هستند. دلیلش دقیقاً چه هست؟ آیا فقر مادیه که بهش اشاره کردید، بیکاری، فقر مادی، یا فقر معنوی یا استبداد، یا چه عوامل دیگر داره؟ هم فقر مادی و هم فقر معنوی و هم استبداد. یک نفر جوان تاجیک وقتی که به سن 14 یا 15 می درآیند و در فکر اون است که چی راه یابد که به روسیه رود یا به گون کشور دیگر برای مردکاری و یک قوت لایمون به دست بیارد. این یک. دوم،
در تاجیکستان بنا مکتب هست، ولی برای نخبگان نیک آنهای خودشون الیت حساب میکنن، برای اونها مکتب های الهیده، دانشگاه های الهیده، اونها یک دنیای دیگر هستند، که خلق در یک دنیای دیگر زندگی میکنند. و اگر بله تاجیکستان میگن بهشت روی زمین است، بله تاجیکستان بهشت روی زمین است برای حاکمان، حکمتداران و طرفداران آنها، اما دوزخ است برای مردمی که رو به مهاجرت میبرند. من یک رقم میگویم، بله شما درست گفتید، از همون 10 میلیون اهالی تاجیکستان امروز 4 میلیون نفر آنها در مهاجرت هستند. مردم مخصوصا جوانان آسان به نام همین سازمان های افراطی و تروریستی و دیگر میفتند. اینجا هم مادی و هم معنوی. بله یک گروه جوان ها هستند که اصلا نمیدونن در دنیا چه میگذرد. با اونا یک مولای بی سواد 3-4 سخنگویی برای اینا میکنه، ترغیب میکنه، اینا آزاد گمان میکنه که بله دیگر راه به بهشت همینجا است. وقتی یک جوان زندگی خوب داشته باشد، یک جوانی موفق باشد، یک جوانی که به آینده باوری داشته باشد، هیچ وقت به مرگ نمی رود، هیچ وقت به سوی مرگ نمی رود. و زندگی هم برای یک مسلمان خودی همین زندگی، همین دنیا رو بهشت کردن است. من بران هستم که هر کسی که میگوید که در این زندگی باید همه عذاب و عقوبت طاقت کنی به خاطر بهشت، دوزخ همان است. اشاره کردید که تعداد بسیار زیادی، گفتید 4 میلیون از 10 میلیون جمعیت تاجیکستان در خارج زندگی میکنن و همینطور میدونیم که مخالفان تاجیکستان، تمام احزاب مخالف تاجیکستان، مخالف دولت تاجیکستان همین در خارج هستن. خب چرا نیروهای مخالف دولت تاجیکستان در خارج روی تاجیکانی که در خارج زندگی میکنن کار نمیکنن که در واقع جلوگیری بکنن از رادیکال شدن اونها؟ چون درسته که اشاره کردید به عامل دولت که خیلی کمکاری کرده و به همین دلیل هم جوانها ناامید شدند، بیکار موندند و رفتن به سمت سازمانهای افراطی. ولی مخالفان چه کار کردن در حالی که اونا در خارج هستن، دسترسی مستقیم دارن به تاجیکان در خارج از کشور؟ بدبختانه من گمان کرده بودم که وقتی یک گروه جوان‌ها یا نماینده‌های حزب‌ها از جمله نهضتی‌ها وقتی به اروپا آمدن، به کشورهای دیگر آمدن، به آزادی رسیدن، مغزشون تغییر می‌یابد. اما هیچ تغییر نیافت. اینا همونایی بودن که همون در دوشنبه بودن، در همون دیه‌های خودشون، روستاهای خودشون همین طور موندن. و اگر سخنرانی‌های اینا گوش کنید از طریق یوتیوب، فقط موضوع همین است: سطر داری یا نداری، حجاب میپوشی یا نمیپوشی، دستت رومال داری یا نداری. گویا که در دنیا دیگر یگون گپ نیست. ما بدبختانه نه در حکومت نه در مخالفین شخصیتایی نداریم که مردم به اونا اعتماد کنند. و بدبختی ما در آن است که یک نفر اگر روشنفکر و آدم واقعی یا روحانی واقعی از منبر سخن گوید، بسیاری جوانان امروزی تاجیکستان نمیفهمند که این به کدام زبان گپ میزنند. سوال من در مورد مخالفان هست، بیشتر که مخالفان در این زمینه، خود شما به شخصه که از چهره‌های مخالف دولت محسوب میشید، چه کاری از دستتون بر اومده تا حالا یا چه کاری برمی آید؟ یعنی چه کار میتونیم بکنید در این زمینه؟ درباره مخالفان حتما باید گفت که همین مخالفت تاجیکستان چهره خیره حکومت تاجیکستان است. وقتی که من مخالفان تاجیک را که درباره آزادی، دموکراسی، حقوق انسان گپ میزنند، اینا فقط برایشون شعار است. من درباره همین مخالفان امروزی تاجیکستان کم شخصانی هستند که واقعا نماد آزادی، نماد یک شخص دموکراسی خواه، نماد یک انسان کامل باشند. و برای همین بسیار آدمان به صف مخالفت نمی پیوندند. فقط مخالفین تاجیکستان وهم و واهمه را دوست می دارند. اگر ما انصافا گیریم، همین روز در تاجیکستان انتخابات گذرد، من باور ندارم که مخالفت تاجیکستان رأی بسیار به دست آورده. من حیران هستم. ولی اینها شامل حال خود شما هم میشه دیگه، نه؟ من بران هستم که شاید من کم گفتم، کم سخنگویی کردم و کم مردم دعوت کردم، ولی اعتراف میکنم
و خود آن که من 32 سال در مخالفت هستم و امامعلی رحمان در سر قدرت، این معنی آن را دارد که یعنی من نتوانستم به چیز دستیاب شوم یا که کامیاب شوم. باید اعتراف شاید کرد. دلیلش پراکندگی و پریشانی باشه بین مخالفان که هرگز نتونستن زبانی که بکنن. چون میدونیم که در دوره جنگ داخلی تاجیکستان چرا مخالفان موفق شدن پشت میز مذاکره با دولت تاجیکستان بشینن که همین دولت آقای رحمان بود، به دلیل اتحادشون. بین اونها نیروهای اسلامی بودند، ملی مذهبی بودند و همینطور ملی گراهای مثل رستاخیز بودند و از مناطق مختلف بودند. همه اینها دور یک میز نشستند، با دولت مذاکره کردن و در خارج از کشور بودن. همین حالا مخالفان تاجیکستان هم در خارجن، ولی همه پریشان، حتی در یک اقلیمن، در آلمانن، ولی مثل یک اقلیمی که دو پادشاه در آن نگنجد، اینها هم همینطور با هم نمیتونن کنار هم بیان و با هم تشریک مسائل بکنن، همکاری بکنن. به چه دلیلی اینقدر پریشونن؟ من خودم شاهد زنده تأسیس اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان هستم و همین نامم اولین بار در این باره میگم من پیشنهاد کرده بودم، بعد حاجی اکبر تورنه دستگیری کردن و مردم اینو قبول کردن. اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان واقعا در همین 5 سال اینقدر اتحادی که همبستگی که در بین مخالفین تاجیکستان بود هیچ وقت دیگر پیدا نشد. اون وقت نه واتساپ بود، نه اسکایپ بود، نه تلگرام بود، شبکه‌های اجتماعی نبودن. آره. معلومات من سوال منم همین هست که چرا اون زمان میشد ولی حالا با این همه امکانات که اشاره کردین، شبکه‌های اجتماعی، همچنین همبستگی اصلا وجود نداره. بدبختانه همین همبستگی نیست، برای اینکه یک برنامه مشخص نیست، برای اینکه یک ایده نیست که همه در اطراف اون جمع شن و اینم هر کس میخواد که کورپه به طرف خودش کشد. و از طرف دیگر میدونید هرچی هم یک نیکی یک بدی دارد. برای بعضی علما از سخن گفتن نگفتن بهتر است. مثلا آوازه رستم به از رستم است میگویند. من گاه به همین فکر میرسم که بعضی نماینده های اپوزیسیون بهترش خاموش باشن. وقتی گناه گه میزنن مردم دیگه میترسونن، اون مثل یک مترسک هستند و حکومت هم به برنامه های اونا آدمای جلب میکند. آموزگارا، پزشکا، نمیدونم کارمندان مقامات میگن در برنامه های اونا اشتراک میکنن، فقط به خاطر اون که حکومت به مردم گوید بله ما بد هستیم اما ببینید که در شما را تک تک میکنند. و همین انتخاب بد و بدتر امروز در روزنامه تاجیکستان همین است، انتخاب بد و بدتر. باز یک بار دیگر درباره اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان، واقعا در آن زمان نیمی دنیا زیر ما بود، نیمی دنیا. مخصوصا همین همبستگی، اعتماد و باوری به آن رساند که اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان در سالن‌های سیاسی دنیا شناخته شود. و شما درست گفتید و به سری حکومت را مجبور کند که به سری میز صلح شینند. و بله سازشنامه هم امضا شد، سازشنامه صلح، اما این سازشنامه به آن رساند که حکومت را گرفتن آسان اما حکومت داری مشکل است. ما درک کردیم که همان اپوزیسیون که واقعا دنیا را به لرزه آورده بود در دولتداری، در حکومتداری شکست خورد و مردم این هنوز هم در خاطر دارند. این شکسته که به عوض نرخ هزارها نوجوانانی که در جبهه ها قربان شدند، هزاران نفرانی که بیوطن شدند، هزاران نفری که برای جاویدان عزیزای خود گم کردند، برای نفرایی که هنوزم در زندان‌ها هستند. همه همین به خاطر منصب، به خاطر قدرت، به خاطر یک کارخانه یا یک کارگاه فروخته شد و سودا و تاجر اساسی باز هم نهضت اسلامی تاجیکستان بود. برای چه من امروز نمیخواهم که نهضت اسلامی تاجیکستان در مخالفت باشد، یا که حتی اگر در مخالفت هم باشد نباید که حرکت ملی آزادیخواهی تاجیکستان در زیر بیرق نهضت اسلامی تاجیکستان باشد. باید یک حرکتی وسیع باشد. و باز میگردیم به همون اپوزیسیون سال 92-97، همون اپوزیسیون که به وطن بازگشت و اپوزیسیون که با اون سازشنامه صلح امضا کردند.
ولی منظورم اینه که به نظرتون نمیاد که حالا الان وقت اون است که این اختلافات رو باید کنار گذاشت و سر یک مسئله بسیار بغرنجی که روبروی تاجیکان کل اتباع تاجیکستان قرار دارد فکر کرد. این روزها خبرها میاد که مثلا کره جنوبی صدها تن از تاجیکان رو اخراج کرده، اتباع تاجیکستان رو از کشور خود اخراج کرده، مجوزهای کار اونها رو لغو کرده. ترکیه مجوز ورود به کشورش رو لغو کرد، از این بعد با روادید باید به ترکیه سفر کرد و اینها در پی همون اتفاقاتی که در مسکو افتاد، حمله‌ای که در تالار کراکوس کراسنوگورسک روسیه اتفاق افتاد که بعد از اون از روسیه می‌بینیم که همینطور به طور فعلی دارن تاجیکان رو، اتباع تاجیکستان رو اخراج میکنن و بهشون کار نمیدن. تاجیک ها دارن بدنام میشن در جهان، اتباع تاجیکستان به عنوان افرادی که در داعش هستند، در سازمان های افراطی هستند و میتونن خطرناک باشن. آیا وقت اون نیست که جامعه مدنی تاجیکستان و دولت اختلافاتشون رو بذارن کنار و تشریک مساعی بکنن، با هم فکری بکنن و ببینن که چطور میتونن راه این بلا رو بگیرند؟ اگر حکومت امروزه و مخالفین امروزه به هم نبیایند، به جای جنگ و جدال در پس یک میز نشینند، هنوز که دیر نشده است، ما رو واقعا عاقبت دهشتبار انتظار است که در آن هم تر میسوزد و هم خشک میسوزد. ما به تبع ملی، به گفتگوی ملی نیاز داریم. اگر ما به همین نرسیم، من باور دارم که نبرد به اونهایی میباید که قوه سیوم که به آسانی میتونن حکومت گیرند. خیلی خیلی ممنون، سپاسگزارم دادا جان عطاالله، روزنامه‌نگار و رهبر جنبش وطندار. سپاس از شما برای حضورتون در گفتگوی. خیلی ممنون. خیلی ممنون.